اینم اتمام کار. سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم از روی کتاب نقاشی بچه ها یه طرح و کار کنیم. برای کار روی طرح‌های عروسکی اول سعی کنید از چیزای ساده شروع کنید. الان من اینجا این کارگاه رو که کشیدم از قسمت کلاهش شروع کردم. اول هلال بالای کلاهش رو گذاشتم، از دو طرف اومدم پایین، یه مستطیل گذاشتم برای در واقع کمربند کلاهشه و 2 خط کج و کلاهش. اینجا هم قوس داخل کلاهش رو گذاشتم و شروع کردم به کشیدن چشماش. دقیقاً چشماش زیر خط کلاهش میفته. سعی کردم چشما رو بذارم و تناسبش با بینی رو هم اندازه بزنم. بچه خیلی مهمه رعایت تناسبات توی نقاشی، خیلی مهمه. اینجا هم سعی کردم که در واقع تناسب رو رعایت کنم. چشما، دماغش، داخل چشما رو، دایره توی چشما رو کامل پررنگ میکنم. آروم 2 طرف رو از کنار چشمها به سمت پایین مییم. بچه سعی کنیم خورد اینا رو بکشید که در واقع جای کارا رو گم نکنید. یه جایی نیاز به پاکن داشت، من پاکن کردم، بینیشو بزرگتر کردم، یه مقدار اسکرم کوچیک کشیدم. خط سیبیلاشو میکشم، پهنای سیبیلاشو در نظر میگیرم و اینکه سیبیلش تا خط صورتش چقدر فاصله داره اینم در نظر بگیرید. برای که این مقدار شبیه سازی کنم اومدم زیر کلاهش یه مقدار تیره تر کردم. حالا هم که گردی صورتش رو کامل میکنم و میام برای خط یقه لباسش. بچه از این قسمت اول جا رو پیدا کنید، با توجه به جا خط لباس و خط یقش رو بذارید. به همین راحتی از 2 سمت خط یقه رو میذارم. بله، نشون بده که الان دقیقا سرش دور تا دورش یقه لباسشه. 2 حالت نیم دایره برای سرشونه هاش. اینا برای زیبایی کاره و طبیعی تر شدن و در واقع قشنگی کاره. اینم در واقع خط وسط لباسشه. این قسمت یه دایره میذارم بچه ها برای کمربندش. با 2 دایره کمربند نشون میدم، امتدادشو. اینم خطوطی که نشون بده کمربند به لباسش وصل شده. با 2 خط بازم نشونش بدیم بچه ها، کافیه. و بله، این قسمتی که میخوام انگشتای دستش رو بکشم. بچه با نیم هلالای بلند انگشتای دستش رو میذارم و دستش رو حالت مشت بسته کرده و وصلش میکنم به در واقع سرشونه لباسش. دستش رو به کمرش زده توی این قسمت. این خطی که زیر بغلش رو نشون میده. از این قسمت هم همینطور 2 خط میذارم که زیر بغلش رو نشون بده به صورت 8. وصل میشم به قسمت کمر و کمربندش، نشون میده این مقدار پهنای لباسش رو. این قسمت هم که بازی لباسش رو نشون میدم. بله، این 2 قسمت پایین لباسشه، لباس کارگاهش. این قسمت هم اومدم دست دومش رو کشیدم، انگشتاش رو جمع کرده و این قسمت شلوارش. از قسمت بالای شلوارش شروع میکنم، از 2 سمت به صورت خط کج میام. خیلی قدش بلند نیست، کوتاه میکشمش و شروع میکنم به کشیدن کفشش. بچه کفشش خیلی ساده است، منحنیه، یه پاشنه کوچولو هم داره و وصل میشه میاد به سمت بالا. برای کفش بعدی هم همینطور، یه خط کج، یه منحنی، یه پاشنه براش میذارم و وصلش میکنم به قسمت شلوارش.
یه مقدار برای قشنگی کار بچه ها این قسمت ها رو تیره میکنم. تیرگی توی نقاشی یه جذابیت خاصی به کار میده. چشماش رو تیره تر میکنم. بله. یقه لباسش، کلاهش هم همینطور، چون کلاهش رو خیلی کم رنگ کار کردیم. همیشه بچه ها سعی کنید خیلی کم رنگ کار کنید و بعد که کار تمام شد شروع کنید به دورگیری کردن و تیره کردن کار، چون که در ابتدا ما میخوایم تشخیص بدیم که در واقع جای اصلی خود طرح کجاست. به خاطر اینم خیلی کم رنگ کار میکنیم. طرح کارگاه ما تمام شد. برای طرح مورچه‌مون بچه ها نیم هلال سرش رو گذاشتم اینجا. از دو سمت باز میکنم نیم هلالو و چشماشو میذارم. یه چشم حالت خمار داره به همین صورت که میبینید. 2 نیم دایره و یه دایره هم توی چشماشو رسم میکنم. از 2 سمت میام حالت هلال، میام پایین. توی این قسمت نیم هلال و یه خط صاف. البته صاف نذارید، یه مقدار هلال بهش بدید که دهنش حالت طبیعی تر بگیره. دهنش و شاخکاش هم میذارم. 2 شاخک حالت افتاده و خمیده داره. اینم حالت موهاشه. حالا کار یه مقدار پررنگ تر میکنم. من عاشق پررنگ کردن کارام. یعنی اونقدری که پررنگ کردن کار رو جذاب میکنه، خود کشیدنش جذاب نمیکنه. شما هم حتما امتحان کنید ببینید چقدر لذت بخشه. خب با 2 خط باریک گردنش رو میذارم. یه 8 کوچولو و 2 خط حالت هلال برای بازو و دستش. انگشتاشو بچه ها به صورت بسته ولی شستشو ایستاده و به کارگاه اشاره کرده. اونو میکشم در راستای بازوش بر میگردم، دستشو کامل میکنم. دست اون قسمتش هم همینطور. یه 8 کوچولو برای سرشونش و این قسمت بله دستشو میذارم تا همینجا دستش کافیه. بدنشو میام بچه. بدن مورچه کوچولوی ما قسمت پایینش حالت یه اشک بزرگه. به همین صورت اون قسمت اشکش رو میذارم. برای قسمت پاها 2 خط راستا میام پایین و پاهاشم که بله به همین صورت نیم هلال و خط صاف. نیم هلال و خط صاف. بله اینم از پاهاش. برای دستش رو به در واقع کمره‌ای زده. یه خط صاف، نیم هلال بازتر و یه انگشت کوچولو برای قسمت پشتش میذارم. دماغش رو فراموش نمی کنم و امیدوارم که دوستش داشته باشید، طراحی کنید و لذت ببرید. خدا نگهدار.